وجیزه‌ای وجود دارد که در رحم زن حامله دو طفل بحث و مشاجره می کنند. یکی با عقیده و دیگری بی عقیده. یکی از دیگری می پرسد تو به زندگی بعد از تولد باور داری؟ با عقیده. البته همه میفهمند که زندگی بعد از تولد وجود دارد و ما در اینجا هستیم که آماده و قوی شویم برای چیزی که بعدا منتظر ماست. این کاملا خرافات است. هیچ کدام زندگی بعد از تولد وجود ندارد. بی عقیده میگوید. مگر تو می توانی پیش خود تصور کنی که زندگی بعد از تولد چه قسم خواهد بود؟ با عقیده. من کاملا دقیق نمیفهمم ولی باور دارم که آنجا روشنی و خوشبختی بیشتری خواهد بود. مثلا ما از طریق دهن خود غذا خواهیم خورد. خنداور است. ما بند ناف خود را داریم که او به ما غذا می دهد. از دنیایی که تو میگویی تا حالا هیچ کسی نیامده. زندگی بعد از تولد ختم می شود. با عقیده. من دقیق نمیفهمم که زندگی ما بعد از تولد چه قسم خواهد بود ولی به هر صورت ما مادر خود را خواهیم دید. مادر؟ او کجاست؟ او همیشه و همه جا با ماست. از برکت او ما زندگی میکنیم و بدون او ما هیچ هستیم. طفل بی عقیده. چرا نگو؟ من هیچ مادری را ندیدم. بنابراین معلوم است که مادری وجود ندارد. نه، من موافق نیستم. گاهی که همه جا ساکت می شود می توانیم بشنویم که او بیت می خواند و احساس کنیم که چه قسم عالم ما را نوازش می کند. من باور دارم که زندگی اصلی ما بعد از تولد شروع می شود. و تو چطور؟ باور داری؟